همدیاران ارجمند، امروز ماه شریف رمضان انجام می یابد و فردا عید سعید فطر که یکی از آیین‌های مقدس دین مبین اسلام می باشد فرا می رسد. به این مناسبت همه شما مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزیمان را صمیمانه تبریک می گویم. عید سعید فطر هر سال در سراسر مملکت با خرسندی و خوشحالی خرد و بزرگ مردم تجدید می گردد که بازگوی فضای آرام و آسوده کشور و احترام ما به ارزش‌های دین مبین اسلام می باشد. باید گفت که ارزش‌های دینی همچون یک جزء مهم فرهنگ ملی برای تحکیم صلح و ثبات و آسایش و آرامی جامعه نقش مهم دارد. با اتحاد و سرجمی، شکرگزاری و انجام دادن عملهای خیر، دعوت و هدایت کردن مردم یکی از فضیلت‌های عید سعید فطر می باشد. آن نه تنها پایان ماه شریف رمضان بلکه در برگیرنده حکمت‌های بلند اخلاقی و انسان دوستی دین مبین اسلام به حساب می رود. فضیلت دیگر عید سعید فطر از آن عبارت است که مردم با دعا و فاتحه روح گذشتگان خود را شاد می گردانند. از حال یکدیگر آگاه می شوند. همدیگر را به راه راست و احسانکاری در حق یتیمان و معیوبان و کمبیزادها و نیازمندان راهنمایی می کنند. بزرگی ماه شریف رمضان قبل از همه در آن است که در این ماه کتاب مقدس قرآن نازل شده است. در نخستین آیات‌های به پیامبر اسلام نازل شده خداوند امر به خواندن و نوشتن را همچون وسیله به دست آوردن علم فرموده است. از علم آموزی آغاز گردیدن چنین کتاب بزرگ دلیل واضحی مقام و منزلت بلند علم و دانش می باشد. علاوه بر این چندین آیت قرآن کریم مردم را به درک روندهای حیات از نگاه جهانبینی علمی دعوت می کند. در حقیقت اگر انسان جویای علم و دانش به دنیا و اطراف خویش با دید علمی نظر اندازد خود را بهتر می شناسد. نقش و جایگاه و مسئولیت انسانی خویش را در جامعه و ارزش‌گذاری به نعمت‌های زندگی عمیق‌تر درک می‌کند. بیهوده نیست که در یکی از حدیث‌های پیامبر اسلام طلب علم برای هر مرد و زن مسلمان فرض دانسته شده است. کل اسلام شناسان چنین می‌شمارند که معنی قرآن آداب و اخلاق حمیده می باشد. از این نقطه نظر مسئله تربیت فرزندان یعنی نورسان و جوانان در اکثر ملاقات و سخنرانی های من
تاکید می گردد. به قول پیامبر اسلام بهترین هدیه والدین به فرزند تربیت نیک و پسندیده است و اگر شخص فرزندش را خوب ادب آموزد بهتر از آن است که مقدار مال صدقه دهد. همچنین در یک حدیث رسول خدا آمده است که فرزندانتان را احترام گذارید، آنان را خوب ادب آموزید و اخلاق و رفتارشان را نیکو اصلاح نمایید. از جمله عنعنه‌های خوبی که مردم ما آن را به استقبال عید سعید فطر انجام می‌دهند، منزل و محل زیست خود را تازه و آزاده کردن، لباس تازه پوشیدن و همدیگر را با شادی و نشاط تبریک نمودن است. دیگر عنعنه و سنت نیکی که در روزهای عید انجام داده می شود به نیازمندان خیر و سخاوت کردن می باشد. وابسته به این بار دیگر خاطر نشان می سازم که فطر روزه و خیرات را به یتیمان و معیوبان، عائله های کم بضاعت و بیماران و بیپرستاران دادن ثوابی بیشتر دارد. زیرا چنین شخصان با گرفتن هر گونه خیرات از جمله صدقه فطر در نوبت اول حقدار می باشند. آفریدگار در مورد صدقه دادن ما انسانها را تعلیم می دهد که تنها پای نفس خویش نباشیم و در فکر یکدیگر باشیم، زیرا انسانیت تنها در همبستگی و دستگیری همدیگری سعادتمند می گردد. هموطنان گرامی، یکی از بزرگترین حکمت‌های ماه شریف رمضان و عید سعید فطر رسیدن به قدر نعمت‌ها می باشد. بنابراین ما باید خوب درک نماییم و در خاطر داشته باشیم که صلح و ثبات و وحدت ملی اساس حیات آرام و آسوده هر یک عائله، هر یک فرد جامعه و شرط مهمترین رشد و پیشرفت کشور می باشد. یعنی صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی گرانبهاترین نعمت زندگی ما به حساب می رود. مخصوصاً در شرایط بی‌ثبات و بحرانی جهان معاصر که استقلال و آزادی، صلح و آرامی و ثبات سیاسی سیاره تحت خطر جدی قرار گرفته است. هر یک ما را ضرور است که به خاطر باز هم تحکیم بخشیدن اتحاد و سرجمعی ملت و امنیت دولت و جامعه کوشش نماییم و برای حمایه نعمت به‌بهای زندگیمان، استقلال دولتی و دستاوردهای آن همیشه آماده باشیم. ما تاجیکان همچون ملت فرهنگی و تمدنساز باید شکرانه کنیم که صاحب دولت و صاحب وطن و صاحب تاریخ باستانی هستیم.
تاجیکستان صاحب استقلال و محبوب ما عضو کامل حقوق کل سازمان های با نفوذ بین المللی و برابری تمام کشورهای دنیا صاحب یک آواز می باشد. جامعه جهانی تشبس‌های آن را دستگیری و پشتیبانی می کند و کشور عزیز ما امروز در جاده آبادی و پیشرفت قدم‌های استوار می‌گذارد. همدیاران عزیز، خودداری نمودن از همه گونه زیاده روی و اسرافکاری و ظاهر پرستی و نمایشکاری مهمترین وظیفه هر یک بنده مؤمن در همه حالت از جمله در ایام عید می باشد. وابسته به این ضرورت رعایت طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم را بار دیگر تاکید می نمایم. در حالی که جهان با مشکلات گوناگون اقتصادی، بحران‌های مالیوی، تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های ناگوار آن از جمله کم‌آبی و خشکسالی پیهم و بالاروی نرخ مواد غذایی روبرو گردیده است. ما باید به مسئله استفاده عاقلانه امکانیت‌های مادی و مالیوی خود مناسبت جدی داشته باشیم. به جای زیاده روی و اسرافکاری ما باید امکانیت‌های مالیوی خود را برای بهتر نمودن شرایط زیست و زندگی، فراهم آوردن شرایط بهتر برای اهل عائله و فرزندانمان و تعلیم و تربیت آنها صرف نماییم. همچنین روزهای مساعد بهار و فصل کشت و کار را ثمرناک استفاده برده برای حاصل فراوان و باز هم بهتر تأمین کردن بازار استعمالی با محصولات کشاورزی زمینه استوار گذاریم. باور دارم که در روز مبارک عید و من بعد نیز هر یک شخص ثوابجو و خیرخواه برای انجام دادن عملهای نیک تلاش می‌ورزد. نسبت به دیگران، مخصوصاً یتیمان و معیوبان و عائله‌های کم بضاعت و نیازمند محبت و غمخواری ظاهر می‌نماید و با این راه صاحب ثواب زیاد گردیده در تحکیم اتحاد و همبستگی و وحدت ملی سهم می‌گذارد. ما و شما وظیفه داریم که برای پیشرفت دولت صاحب استقلالمان، آبادی وطنمان و باز هم بلند برداشتن نفوذ و آبروی آن در عرصه بین المللی تمام سعی و تلاش خود را به خرج دهیم. فراموش نباید کرد که انجام دادن خیر و سخاوت، دستگیری عائله‌های کم بضاعت، یتیمان و بی‌پرستاران، صرفه و سرشته‌کاری و تنظیم مراسم و معرکه‌ها در عین زمان رعایت و گرامی داشتی ارزش‌های ملی، فرهنگی و دینی ما می باشد. در این روند ما باید با تربیت نسل نورس، ترغیب آموزش علم و هنر
و آماده کردن متخصصان سازنده و ایجادکار برای آینده دولت ملی صاحب استقلالمان اعتبار اولین درجه و دائمی دهیم. بار دیگر همه شما همدیاران عزیز و هموطنان برون مرزیمان را با فرارسی عید سعید فطر از صمیم قلب تبریک گفته به همه شما بخت و اقبال بلند و دل شاد و خانه آباد آرزو می نمایم. عید سعید فطر مبارک باشد هموطنان عزیز.